کلی من هولیم خور رفت از هولیم ساعت روزی کلام شد و خور رفت از خولا بهم اینجا دختری من میبیاد و این با فرقش نی اینجا همه کارا من خودم خدنم دخور برای چیزی من کلی کردگی کلی من خور رفت روزی دراست این کودک نگاه کن این بچه من امشب درست خواب رفته گشنه یک سگ درست برداشته بر اومدم و فکرم دندان چاش قم داد چه خیلی گپ نه ابدی خواب میرونم کچش کمتر خواب میرم یک دو ساعت کمتر کافی میکنم و یک تا داروی درد سر خورم که قصرم درد دارد هم خیلی گپ کارو سلام علیکم مادر جون چه شما سلامتیان من سماساز خوب الو یخم میگیرم دخترم تو درست می نظمی همتون درست می خدا درست می چه کردین چی حال دارین مادر جان من میگم به خانه مهمونی بیام من خوننده بیو بچه‌م بیو درو بیو همراهی دامادتون با همراهی ینگه جان برای ما یگون خوراک با لذت تیار کنید منتو است یگون چیزی دیگر خب میلش و شما یگون چی در کار نیست؟ نه هیچی در کنی همه چیز ما های درو بیو درو خب کلی من انجام میکنم مگزین برفته یکی نیمچی با مزه خرده بیام شما حرکتی منتوی کنید منتوی با مزه میکنید باید دختر پاشای من میبیاد شما در رو اپایی منتوی و آها شده ایستید من رفته یکی نیمچی با مزه خرده بیام مایلش خوب شد از من یک تا کافی تیار کنم و بعد از پسی کار شد کدوم کافی مافید ما در کنی از دختر پاشای من میبیاد اپی کارتا شوی کافی مافی یک چه دمانی بهانه نشود من با کافی میلش خوش دامنهای مهربان زنهای عزیز از حال و احوال کلین هایتان با خبر باشید کلین های ما هم دختر یک سی دیگر هست با یک امید به خانه شما کلین شده آمده است دختری شما هم مهمان یک خانه دیگر می شود روزی می شود که آینده ممکن با همین کلینی خود مانید برای همین همه وقت همدیگر فهمی مهم است